در پی حمله رژیم نظامی پاکستان بر یک مرکز تداوی معتادین در کابل که در نتیجه آن در حدود 600 تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند، باشندگان غزنی به شمول بیماران تحت درمان در مرکز تداوی معتادین این ولایت خشم خود را ابراز کرده و این گونه حملات را جنایت علیه اسلام و بشریت عنوان می‌کنند. حتی خودم شخصا میگم که حتی یک فردی هستم که مریض بودم، اینجا شکر تداوی شدم، جور شدم که صلاح برای ما بده. خودم شخصا تو کلگی ما با یک دست با یک اتفاق حاضر هستم که برم در جنگ با همون کفاری که میگم کفر هستن. چرا که یتیم و بیوه و بیچاره و مظلوم چیز مورد هدف قرار داده. اگر جرأت داره خود موشکی نزنه بیای روبرو بخواد ما جنگ کنه که مرد و نامرد معلوم باشه. چی کردم؟ ما اینجا برای تداوی آمده، ما را جمع آوری کردن، جور شدیم، صحتمند شدیم. ما از امارات هم خواهشمند هستیم که اگر میتونن، اگر اکمالاتشان هست به ما صلاح بدن، ما تا خون ساده هستیم که از خاک خود دفاع کنیم. انسان دو مادر داره، یکی مادر خودش است، یکی خاکش است. مثل که در مادر ما تجاوز شده، ما در این باره خود من شخصا هستم که تا حد خون باشه من ایستاده هستم. فقط امیرالمومنین اجازه بده من جان و دل فدا میکنم برای خاک وطن خود. دیشب شفاخانه کابل مرکز معتادین مورد حمله قرار دادن و بمبارد کردن. به او خاطر ما اینجا تجمع کردیم که آمدیم اعتراض کنیم، اعتراض خود، صدای خود برسانیم به رسانه ها که شاید دنیا هم ببینه، همه مردم ببینه که همیشه پاکستان بر مردم افغانستان ظلم کردن، همیشه ظلمش هم روان هستند. جاهای که مردم بیگناه هستند، اجتماع مردم بیگناه هستند، مثل مریضا هستند در شفاخانه ها و مورد حمله قرار میتن. ما به این خاطر اومدیم اعتراض کنیم و همچنان تقاضای از دولت ما داریم که اگر بتونه امکانش باشه که ما را بتونه اکمال کنه، ما همیشه حاضر هستیم، یعنی تا زنده باشیم، تا قطره خون ما باشه در مقابل پاکستان، در مقابل متجاوزین که از هر جای باشه، پاکستان باشه یا هر جای دیگه، بر علیه از اینا مبارزه کنیم. آنان همچنان تاکید کردند که در بخش دفاع از کشور در کنار نظام اسلامی ایستادند و در اشاره به حمله وحشیانه شب گذشته گفتند که رژیم نظامی پاکستان توان مقابله رو در رو را ندارد و به همین دلیل دست به چنین حملات بزدلانه میزند. که موږ ته خار ته درغلیو وایا موږ به خار باندې په هر وخت ځان قرباني کوو، موږ خو متعدل یو او اوس په توکل دی خدای سره صلاح دې په لاس راکړي، قسم دې په خدای چې خپل کور خپل اولاد ته لسم چې په خپل خار ځان قرباني کړل نه وي. دا ظالمان له وخت تر وخت موږ په ملک باندې تیاری کړی ده، له وخت تر وخت پورې په موږ باندې اتا کړی، موږ خلک یې شیطان کړي دي. ولې دومره بدله موږ سره کېږي؟ که موږ چا ملک ته ورغلي یو هغه دې موږ ته ووایي، که موږ چا خاور ته راوښتي یو هغه دې موږ ته ووایي. څوک دې موږ په خاوره ولې تیاری کوي، ولې ظلم زیاتی کوي؟ موږ مظلومانو سره په هر وخت کې دا ظلم سوی ده، هر وخت افغانستان در به در سوی ده، هر وخت کې له افغانانو سره ظلم سوی ده، د دغه مدیر له لاسه، د دې پاکستان له لاسه. قتل افراد بیگناه، قتل افراد ملکی در هیچ قانونی، چی شریعت اسلامی باشه، توجیه نداره، مردود است، محکوم است و هیچ توجیهی بوده نمیتونه که کسی ای را حق خود بشماره. و در رابطه به اینکه چرا پاکستانی کار میکنه، پاکستان افراد بیگناه را در افغانستان هدف قرار داده و این دفعه اول و دفعه آخرشان هم نیست. در طول سالیان متمادی این کار کرده. این برای پاکستان بجز ضرر همه جانبه، ضرر اقتصادی، ضرر سیاسی، دیگه هیچ کدام سودی نداره، هیچ توجیه برشان نداره. به نظر ما پاکستان و ایره باید بدانه که در این عرصه کدام فایده به جز ضرر برش مرتب نیست و از تطبیق پروژه بیگانه و از مزدوری بری بیگانه ها باید دست برداره. قابل یادآوری است که در نتیجه حمله هوایی شب گذشته رژیم نظامی پاکستان بر یک مرکز تداوی معتادین در شهر کابل بیش از 400 تن شهید و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند.